که جناب عالی جنگ شهروندی در تاجیکستان یادی سرشی یگو کلوتای به نامی داشتیم گریختن برفت خلق تاجیک به خانمان کشنه و تشنه سعلیچ پالی در بدر آوی چشم مادرها در پیرو خرید تاجیکستان ای بند میرد همه گولکا بچه یک کشنگی ای شکمده ای به ساحل بمیرد خدابایی که ما کشیم خواهد تمام خلق تاجیکستان این خودش میدونید پروردگار رحم خور شما را جناب عالی ناموس دوستی وطن خلق تاجیک به سر قدرت آورد شما خونه در نگفته زن فرزند نگفته از جون یاشی خود تو گذشته برای خلق تاجیک خسته ناموس تو بگر خلق تاجیک در بدر نمونه خیلی از تمام گوشه و کنار دنیا خلق تاجیکی گرید سری پالچه جمع کردی و تاجیکستان یادی و وطن برگردوندی این گمی قهرمانی نیست؟ سلامت باشید از پی آبادی وطن خیستی بچه و پیشتر ما سویت نداشتیم 4 ساعت سویت میدان به ساعت پگه 2 ساعت ویگهی رای ماشینی کلما کلیپ ویرو نداشتیم این روز با یاری و غمخواهی شما بچه جون محترم جناب عالی خلق در آسیده همه شهر تریو سویت ها دگیرو وقت مخش رای ماشین 10 متر درازی آورینگ شرگاوت که همه درچی تونله که یک باری اول در من ماشین شستم رفتم بکنم در امنینش رفتم تیغر کردم گفتم ما در سمالیات اینا ستارا شاپیر گفت به خاله گفت اشتاد در سر بگی امیر ما آورینگ شرگاوت دای این تغم خاری برای ما این تدلسوزی در دنیا هیچ کسی تدلسوزی و غمخواری برای ما نکرد که شما محنت کردید هزار بار تشکر میگم در پیش بچه که غمخواری کردید سایبان سر ما باشه ما مادران چادی که این روز بچه بسیار سربلند خرسنده آرزو دارم که همیشه خلقی تاجیک چند تا ترجیح نخستن این روز هم فرزند یک پدر مادر تاجیکیم و از تاجیکان یادی همه یک تن یک پشت سلامت باشید سخنهای مادرانه کردن همه ما شما مادر داشتیم یا مادر داریم اگر چقدر خدمت برای مادر نکنیم ما همگی فقط زحمتی یک شبانه روز زنده دار بودنش برآورده نمیتونیم تو اینجا آمدی السلام علیکم تو چی آمدی اینجا دیگه برای با آمدی خدمت کردی دیگه یک جا بشید نویرها خدمت کنن جوانها خدمت کنن ما خدمت شما را کنیم سایبان سر ما باشید زندگی سر زندگی برکت برکتی خانده شمیرانی و هم فرزنده بط برای آخر زمان خیلی همچون مادروار من شما را دوست می‌دارم شما در نزد مایتین توفه بزرگترین که سر سجده هزارها بار ما به شما می‌فراریم هزارها بار به بزرگیت شما به انسانیت شما به شجاعت شما ما هزارها بار سر تسلیم می‌فراریم ثانی چی گفتنیم که این گونه پدر غمخوار و این گونه پدر مهربان ما دیگر در عمرمان نمی‌یابیم هیچگاه نمی‌یابیم این یگانه شخص بودید که شما آمدید به سر ما این یگانه شخصی هستید که همه دلسوزیاتان به ما ریختید ما شما را دوست می‌داریم دوست می‌داریم دوست می‌داریم خوش آمدید به سرزمین رهبر دولت وظیفه‌اش خدمت به خلق کردن است دیگه وظیفه دیگه نداره خلق رهبر خودش انتخاب میکنه که خدمت مردم کنه من شما را در اصل دوست می‌دارم